با عرض سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان عزیزم و بیننده و دنبال کننده های عزیزم، حالا تو یوتیوب آپارات. خب دوستان، خیلی از عزیزان تماس گرفته بودن بابت اینکه چجوری ما این مراحل مسیر گرفتن یا جهت گرفتن و آموزش ببینیم. دوستان، من تو ویدیوهای قبل گفتم، تو این ویدیو هم میگم، یک پکیج کامل دارم که مسیرهایی مانند یاست، ترکست، بدر یا همون عربست، هاتبرد، یوترست 7 و اینترست 902 که مسیرهای مادرن، تو این پکیج توضیحات کاملش دادم که هنرجو چجوری کار کنه و یاد بگیره. و بعد از ارسال پکیجم با هنرجو هستم. اگه سوالی داشته باشه، مشکلی داشته باشه توی نصب، از طریق واتساپ، چون من بیشتر با شبکه مجازیم واتساپه که با دوستان کار میکنم، از طریق واتساپ باهاش هستم تا لحظه‌ای که دیگه به امید خدا یه نصاب حرفه‌ای بشه. و اینکه دوستان، من دیگه تاکید نمی کنم. شماره تماسم 0921 241 44 30 0936 449 12 96 0919 88 90 183 0936 347 23 44. این 4 شماره ای است که دوستان میتونن باهاش با هم در تماس باشن در زمینه سفارش پکیج همون جهت گرفتن یا پکیج کلی مسیرها که شامل 7 مسیر میشه که بهتون گفتم. و بعد از اونم باز برای هنرجو خیلی سوالا پیش میاد که انشالله دونه به دونه باش کار میکنم و انشالله که دیگه خودش دستش راه میفته و مسیرها رو میتونه راحت بگیره. و اینکه خیلی بابت قیچی زدن یا بابت فاینر یا بابت اینکه ما مسیرها رو میگیریم چرا مسیر نمیده، یعنی درست دارن میگیرن، خیلی بعضیا واقعا دارن درست میگیرن مسیر رو، ولی یه قلقایی تو کار هست که من توی ویدیو هم گفتم که باید اونا رعایت بشه تا تصویر بیاد. خیلی ها اصلا دقیقاً به فرض مثال توست رو میخوان بگیرن، عالی میگیرن، قشنگ مسیر رو گرفتن اما تصویر ندارن. و این بر اینه که چند تا کار باید انجام بدن که به 30 ثانیه نمیکشه تصویر میاد. پس اون قلقا رو باید بدونن، باید پکیجا رو خریداری کنن، سفارش بدن، پکیجا رو کار کنن تا بتونن راحت. مثل من ببینید الان خودم اومدم، ببینید این مسیرهای خودم، حالا فعلا اینجا دیگه جا نبوده و 4 تا مسیر من گرفتم. مسیر بدر، یوترست 7، مسیر ترکست و یاسته که ترکست و یاست رو من اونجا قیچی زدم گرفتم. و خیلی ها تو قیچی زدن مشکل دارن، خیلی ها تو کار کردن با جهتیابی مشکل دارن، جهت دارن درست میگیرن اما تصویر ندارن. اینا قلقای کاره که انشالله دونه به دونه به عزیزان میگم. و اینکه بازم بعد از ارسال پکیج سوالی برای دوستان پیش میاد، میگم تا لحظه با هنرجو هستم که دیگه قشنگ دستش را بیفته و دیگه اون موقع دیگه اگه دوستاش میتونه بازم با من در تماس باشه، چون خیلی از هنرجوها با بنده این پکیج رو خریداری کردن و کار رو یاد گرفتن. الان 2 سال 3 سال دارن میرن کارای نصب رو انجام میدن، هنوزم با من در تماسن. شما هم اگه مایل بودید میتونید با من در تماس باشید تا لحظه ای که شما با من در تماس باشید من باهاتون در تماسم و خیلی خیلی دوستتون دارم. و اینکه ببینید الان من خودم 4 تا مسیر گرفتم،
ماهواره یا جهت گرفتن یه قلقای خاص داره، یه فرمولای خاص داره. باید شما غربی شرقیشو بدونید، باید حالتهای دیش گذاشتن رو بدونید. خدمتتون عرض کنم حالت بستن سیخکا یا فیتورا، اینا همه رو باید بدونید. یه موقع به فرض مثال گفتم بهتون مهمترینشون این سال بر عزیزان این بوده که چرا ما مسیر رو میگیریم تصویر نداریم، مسیر رو درست میگیریم اما تصویر نداریم. خب این قلقای کاره که انشالله من توی آموزش ها دونه به دونه گفتم، تو این پکیج 7 ویدیویی حتی کار با تمام وسایلم گفتم و حالا توی پکیجام حتی کار با پیشگوشتی ها با فاینر یا با چجوری فاینر رو وصل کنن، همه اینا رو گفتم. من انشالله عزیزان پکیج رو خریداری کردن میتونن ازش استفاده خوبی رو ببرن. خیلی ها از سر تماس میگیرن میگن ما این ویدیو رو میبینیم اون ویدیو رو میبینیم نمیتونیم بازم نصب کنیم، چیکار باید بکنیم که یه نصاب خوب بشیم؟ دوستان توجه کنن تا اصولی کارو یاد نگیرن نمیتونن یه نصاب خوب بشن. اینو من خدمت دوستان بگم. خیلی ها میرن از کار اینو میبینن کار اونو میبینن فکر میکنن مثلا میتونن نصاب بشن. نه، به این راحتی هم نیست. باید یه دوره ببینن که خودم باشون دوره رو توی یه پکیج کار میکنم. پکیج رو کلن شامل 7 ویدیوه که بهشون ارسال میکنم. بعد از اونم اگه ویدیوهای دیگه نیاز باشه که بهشون ارسال میکنم و باشون در تماس هستم. و این که خدمتتون عرض کنم گفتم بهتون مسیر گرفتن حالا با یکی فاینر تصویری داره یکی فاینر عقربه‌ای داره، اصلا به اینا نیست. یعنی یه جوری هست که الان من خودم مثلا بدون فاینر مسیر رو میگیرم، یعنی اینجوری باید بشید، خیلی حرفه‌ای باید بشید. حالا شماره تماسامو گذاشتم، دوستان اگه مایل بودن میتونن پکیج رو سفارش بدن. بنده طرف قرشک هستم، ورامین هستم. حالا دوستانی که نزدیکن پکیج رو میتونن بیان حضوری بگیرن یا از همون شبکه‌های مجازی هم میتونن بهشون ارسال کنم. دوستانی که شهرستانن، مشهدن، شیرازن، اصفهانن، تبریزن، لرستان، کرمانشاه، حالا قم، یزد، کاشان، مازندران، کرمان، سیرجان، هر نقاطی از ایران هستن، هر روستایی، هر شهرستانی واقعا اگه علاقه‌مندم به کار نصابی یا نصب ماهواره، من خدمتشون عرض کنم در خدمتشون هستم، میتونن تماس بگیرن. حالا اون عزیزانی هم که شهرستانن، حالا تو هر استانی از ایرانن، یا با تیپاکس بهشون ارسال میکنم یا از طریق همون شبکه‌های مجازی. و دوستانی هم که خارج از کشورن میتونن باشون کار کنن، میتونن از واتساپ به پیام بدن که این پکیج رو از واتساپ بهشون ارسال کنن. خب دوستان این هم یه ویدیوی دیگه بود که بهتون اومدم گرفتم. البته کار با سویچرم شما باید بدونید سویچر کجا استفاده میشه. میگم قلقای کار خیلیه و این که خدمتتون عرض کنم همین منتظر تماساتون هستم. عزیزانی که مایل بودن میتونم با شماره هم در تماس باشن و که این پکیج رو بهشون ارسال کنم. تمام کارهایی هم که من دارم میذارم توی کانالم فقط به عنوان این نمونه کاره، یعنی کاری نیست که دوستان بخوان ازش آموزش ببینن، به عنوان این نمونه کار میذارم. ولی تمام آموزش بنده گفتم بهتون توی پکیجه که انشالله به عزیزان وقتی که سفارش دادن به عزیزان ارسال میکنم.
حالا هر نقاطی از تهران، هر نقاطی از ایران، هر نقاطی از دنیا میخوام باشن، از شبکه‌های مجازی با عزیزان در تماس هستم و گفتم بعد از ارسال پکیجم با دوستان هستم تا لحظه ای که قشنگ دیگه نصاب خوب بشن. و این پکیجم مخصوص دیشای ثابته. ببینید دیشه گردون نه، این دیشا، ببینید این دیشای همون به قول خودمون قدیمی که پشتمونا نصب میکنن، تو راهروها نصب میکنن. حالا مهم اینه که شما مسیر رو بگیری. یکی نمیتونه، هزینه‌اش نمیرسه دیشه گردون بخره، میخواد با این دیشه عادی کارش رو راه بندازه. به هر حال دیگه تمام فوت و فن کار رو میدونه که مسیر رو چجوری بگیره، از کجا بگیره، با چه وسایلی باید کار کنه. تمام اینا رو توی پکیجم توضیح دادم و بعد از ارسال پکیجم شاید برای هنرجو یه سالای سختی پیش بیاد. اونجا دیگه اون سال سخت هنرجو رو ویدیو میگیرم بهش ارسال میکنم که قشنگ متوجه بشه، جواب سوالش توی ویدیو بگیره. منتظر تماساتون هستم. خیلی خیلی دوستتون دارم. به امید یه همکاری خوب با تمامی دوستان گلم در زمینه نصب ماهواره و اینکه اونایی که حالا ریسیور دارن کار کردن با کار ریسیور رو نمیدونن. حالا البته دیگه الان مدیا استار و اینا دیگه الان ریسیور ها همه فول اچ دی شده. حالا اونایی که به فرض مثال اونی که میخواد مثلا یه جهتی رو بگیره، اول باید فرکانس مادر رو بده. من بعد از ارسال پکیج تمام فرکانس ها، یعنی هفت جهتی که گفتم، 7 جهت و 7 فرکانس مادرشم به دوستان میدم که دوستان فرکانس های مادر ایدارم بدونن که اول باید فرکانس بدی، تنظیمات ریسیور رو اوکی کنی، بعد بیای حالا رو پشتمون یا راه مسیر رو بگیری. به هر حال تنظیمات ریسیور هم به دوستان من به عنوان اشانتیون میدم. خب خیلی خیلی دوستتون دارم. امروز هم تاریخ ببینم چند نومه، 11/12/1402 که دارم این ویدیو رو بهتون میگیرم. حالا ویدیوامو بیشتر میکنم واسهتون، یه خورده سرم شلوغتون هست و البته من مشغول کارهای دیگه هم هستم و حالا به هر حال منتظر تماستون هستم برای سفارش این پکیج آموزشی نصب ماهواره. سام ماهواره هستم. خیلی خیلی دوستتون دارم. به امید یه ویدیو دیگه. روز شب خوش. خدا نگهدار.